در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،
وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. خدای تبارک و تعالی این روزه ماه مبارک رمضان و این قرآنی که تفسیر می شود در صحرای محشر شفیع ما و شما بگرداند. ارتباط به ادامه جلسات درس تفسیر قرآن عظیم الشأن، باز هم پیرامون حج هست که انشاءالله 1 ساعت تفسیر درس داده میشه انشاءالله. بعداً از ساعت 12 تا 1 ارتباط به مسئله زکات و اهمیت زکات از دیدگاه دین مبین اسلام هست. الحج اشهر معلومات، حج یا وقت حج ماهای مشخص و معینی هست. ارتباط به ماهای حج و ارتباط به حج یک اشاره مختصری میکنیم و بعداً آیات ترجمه و تفسیر میکنیم. مراسم و مناسک حج، انسان 2 سیر داره، یک سیر روحی داره، یک سیر جسمی داره. خدای تبارک و تعالی سفر روحی و جسمی سفر حج نصیب همه ما و شما بگردانه انشاءالله. در این روز مبارک که امروز روز جمعه، سیر روحی و معنوی به سرزمین حرمین شریفین داریم. سرزمینی که تعریف و توصیف و سرزمین الله سبحانه و تعالی در کلام حمید و مجید خود نموده. وصف مکه مکرمه و وصف مدینه منوره و تعریف و توصیف مسجد الحرام و مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم و مسجد قبا، اینا مساجدیه که وصف اینها در قرآن آمده، تعریف اینها در قرآن آمده و خدای تبارک و تعالی ارتباط به جایگاه و مقام و فضیلت کعبه و مقام حضرت ابراهیم و حجر الاسود و صفا و مروه و منا و مزدلفه و عرفات و اینها مسائلیه که در قرآن اشاره شده. قبل از این که ارتباط به مراسم و مناسک حج اشاره کنیم، در هفته گذشته هم گفتیم که حاجی به 3 قسمه. حاجی به 3 قسمه: آنهایی که به حج میرن، آنهایی که در سرزمین حرمین شریفین و در روز عرفات به عرفات و اینها قرار دارن. 3 قسم حاجیه: یک حاجی قرانه، یک حاجی تمتعه، یک حاجی مفرده. خلاصه اینه که هر انسانی که اول باید بدانیم ابتدای حج، ابتدای شروع حج و انتهای حج چی وقت هست؟ وقتی میگه الحج اشهر معلومات، ماهای مشخصی حج. حال ماه مبارک رمضانه،
کسی نمیتونه به نیت حج احرام بسته کنه، چون هنوز ماه حج داخل نشده. حالا هر کس که به حج بره باید نیت عمره داشته باشه، نیت حج نمیتونه کرده چون ماه حج هنوز داخل نشده. ماه حج از چی وقت شروع میشه؟ از روز اول عید که روز اول شواله تا به روز اول عیدی که عید قربانه که روز 10 ذوالحجه میشه. یعنی 2 ماه و 10 روز روزهای حج یا ماهای حج. ماهای حج بگیم بهترتر، شوال و ذوالقعده و 10 روز از ذوالحجه، اینها رو میگن ماهای حج. این آیه امیر اشاره میکنه الحج اشهر معلومات، ماهای معلومیه، ماهای مشخصیه. در این 2 ماه و 10 روز، در این 2 ماه و 10 روز شخص میتونه نیت حج بکنه. مثلا بعد از عید هر انسانی که حرکت کنه طرف سرزمین حرمین شریفین نیت حج کنه، حالا میتونه نیت حاجی قران کنه، میتونه حاجی تمتع باشه و همچنین حاجی مفرد کو اهل حرم و اهل همان شهر مکه مکرمه. این که ارتباط به ماهای حج یعنی اشهر معلومات انهمینا بود. حالا حاجی قران چگونه حاجیه؟ سیر معنوی داریم، عزیزانی که امسال میرن، عزیزانی که سال بعدی میرن، عزیزانی که تصمیم دارن که در آینده برن، یک سیر معنوی داریم. میریم بالاخره الان به سرزمین حرمین شریفین. روحاً انسان مؤمن وقتی که بحث از سرزمین حرمین شریفین میشه، روح انسان مؤمن میره طرف کعبه، طرف صفا و مروه، طرف منا و عرفات و مزدلفه. روح انسان به حالت پرواز عروج پیدا میکنه و پرواز میکنه. ارتباط به حاجی قران، حاجی قران شخص میگن که در ماهای حج از میقات جا، هر جا که میقاته، از افغانستان حرکت میکنه و بالاخره از اینجا که احرام بسته میکنه طرف حرمین شریفین، وقتی احرام بسته کرد نیت میکنه، میگه اللهم انی اريد الحج والعمره فیسرهما وتقبلهما. ای الله من اراده و نیت حج و عمره دارم. وقتی میگه حج و عمره هر دور با هم وصل میکنه. وقتی میره در سرزمین حرمین شریفین، در اونجی اول طواف میکنه، بعد از طواف آب زمزم نوش جان میکنه، 2 رکعت نماز طواف میخوانه، میایه به صفا و مروه. صفا و مروه که انجام داد خور حلال نمیکنه، انتظار میکشه تا مراسم حج. مراسم حج که شروع شد، بعد از این که روز اول عید او واجباتی که بعداً تشریح داده میشه صورت گرفت، سرر تراشند، اینجا میشه حلال. حلال که شد این میگن حاجی چی؟ حاجی قران، چون حج و عمره با هم پیوست کرده. اما حاجی تمتع، اکثر حجاج حاجی تمتع یعنی حاجی صاحبایان که نیت حج دارن، بیشتر نیت اینا تمتع باشه، خصوصا اگر فاصله 10 روز و 15 روز به مراسم مانده بود حتمی حاجی تمتع باشه. اگر فاصله 1 روز 2 روز به مراسم مانده بود کسی حاجی قران بشه انقدر اذیت و مشکل نمیبینه. اگر کسی حاجی قران باشه به 10 شوال به 20 شوال بیخی به اول ذوالقعده وارد حرم بشه، اگر حاجی قران باشه 1 ماه و 10 روز احرام به جانیانه. 1 ماه و 10 روز. اگر در ابتدای شوال بره 2 ماه و 10 روز احرام به جان ازونه. او حق نداره خور بخارونه، او حق نداره سر بپوشه، او حق نداره بالاخره پار بپوشه، او حق نداره که تا حتی 1 شبشی از وجود خور او چکار کنه؟ به قتل برسانه در حالت احرام دیگه. اما اگر 2 روز 3 روز به مراسم مونده بود کسی رفت و حاجی قران شد، خیلی راحت تر و بالاخره انقدر مشکلی نمیبینه. اما اکثر حجاج حاجی تمتع یعنی این حاجی قران بود.
حجی تمتع، حاجی محترم از اینجا احرام بسته میکنه، بعد از احرام 2 رکعت نماز احرام که خوان به احرام داخل میشه، لبیک میگه، بعدا بالاخره وارد سرزمین حرمین شریفین سرزمین مکه مکرمه میشه. وقتی وارد مکه مکرمه شد، حاجی تمتع نیت چی داره؟ در ابتدا خیلی مهمه. حاجی تمتع وقتی احرام بسته میکنه میگه اللهم انی ارید العمره، خدایا من اراده عمره دارم، نمیگه اراده حجر، چون نیت حج بعداً باز میآید در مراسم. حجی تمتع باید بگه اللهم انی ارید العمره، خدایا من اراده عمره دارم، فیسره لی و تقبله منی، خدایا بر من آسان کن و از من قبول کن. بعداً حجی حرکت میکنه، وقتی میره طواف میکنه، بعد از طواف میاد 2 رکعت نماز میخوانه، آب زمزم نوش جان میکنه، بعد از آب زمزم میآید در صفا و مروه. صفا و مروه که انجام داد، حجی قران خور حلال نمیکرد، حجی تمتع سرر میتراشه. وقتی حجی تمتع سرر تراشید، از احرام فارغ میشه، لباس میپوشه، 10 روز 20 روز 15 روز کمتر بیشتر هر چی که تا مراسم مونده باشه، حجی لباسایو بریونه، خواب که میشه سرر میپوشه، هیچ ممنوعیتی و بالاخره دامنگیر از این نیه تا وقت مراسم. تا وقت مراسم که دوباره احرام میبنده، این حجی تمتع میگن. حجی مفرد حجیه که او از زمین حرم احرام بسته میکنه، از داخل مسجد الحرام احرام بسته میکنه، او عمره نداره، مستقیم نیت حج میکنه، اللهم انی ارید الحج. پس این خلاصه حاجی قران، حاجی تمتع و حاجی مفرد بود. حالا ارتباط به سیری که بریم ما و شما، مثلا چون حاجی تمتع اکثر حجاج حاجی تمتعین، ما و شما هم احرام میبندیم، احرام عشق میبندیم به سوی سرزمین مکه مکرمه و کعبه معظمه و مشرفه. یک نفر قصد حج داره، حرکت میکنیم، همه ما و شما میریم، همه ما و شما احرام بسته میکنیم، همه ما و شما حرکت میکنیم به سوی مکه مکرمه، به سوی سرزمین مبارک بیت الله الحرام. حرکت میکنیم، میریم داخل میدان هوایی، وقت پروازه، روحن هم همراهیم، اعلان میشه، وقت اعلان شد احرام میبندیم، همه ما احرام بسته کردیم، 2 رکعت نماز خواندیم، بعد از 2 رکعت نماز نیت عمره کردیم، اللهم انی ارید العمره، و بعد لبیک گویان 3 مرتبه حتمی لبیک میگیم، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک. احرام بسته شد، بعد این شعار چیه؟ لبیک، ای الله من به خدمت استاده‌ام، حالا ملبس شدم، امامر انداختم یک طرف، کلار انداختم یک طرف، لباس دختر انداختم یک طرف، لباسی که کیسه داشت انداختم یک طرف، اشیای دختنی و بالاخره انداختم یک طرف، فقط کفن پوشیدم، ای الله فقط کفن پوشیدم، لبیک یعنی به خدمت استاده‌ام، ای الله به خدمت تونم. شما همه احرام عشق بسته کردید، از صبح تا به حال و تا به غروب، از ابتدای رمضان، یم لبیکه، ای الله به خدمتم، از صبح چیزی نخوردم ننوشیدم، ای الله به خدمت تو هستم، به فرمان تو روزه گرفتم، به فرمان تو افطار میکنم، به فرمان تو احرام میبندم. همه اینها حالت عسکریه دیگه. انسان لشکر خدا جز لشکر پروردگار عالم که میشه چنین حالتیه. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، خدایا شریکی برای تو نیه، خدایا تو شریکی نداری، مثلی نداری، مانندی نداری، سیالی نداری، کفوی نداری، در خدایی تو کسی شریک نیه، در زمین و آسمان تو کسی شریک نیه، همه از تونه، لا شریک لک لبیک اللهم لبیک
ای الله ما به خدمت استادیم، ای الله ما به خدمت استادیم. احرام بسته شد، تلبیه گفته میشه، حرکت میکنیم یا به طیاره یا به موتر الاخره، به هر طریقی هست لبیک گویان به طرف سرزمین مبارک مکه مکرمه. وقتی حاجی به مکه مکرمه داخل شد، وقتی ما و شما داخل شدیم، وقتی داخل شدیم تصور کنیم که وارد شهر مکه مکرمه ایم. الان رسیدیم، گلسته های حرم شریف به چشم ما میخوره. وقتی که نگاه کردیم باب السلام به چشم ما خورد، بابهای مختلف حرم شریف. از یکی از بابها داخل شدیم در مکه مکرمه، در مسجد الحرام. وقتی که داخل شدیم الان چشم ما به کعبه معظمه و مشرفه افتاد. وقتی چشم ما افتاد اینجا لحظه دعایه. چشم انسان که به کعبه معظمه و مشرفه میفته، انسان هر دعایی که بکنه در لحظه اول و ابتدا رد شدنی نیه. تصور بکنیم که در عالم روحی چشم شما و چشم ما به کعبه افتاده، در دل خود دعا داشته باشیم. انسان چی جسمن به او سرزمین و چی روحن، ولی عاشقانه عاشق او سرزمین باشه، عاشق او سرزمین که انسان بود. الله سبحانه و تعالی در هر لحظه، حالا که صدها و میلیون ها کیلومتر هم از کعبه دور باشه، دلی و با کعبه وصل باشه. وارد مسجد الحرام شدیم، چشم ما به کعبه افتاد، دعا میکنیم. بعدن میاییم به مقابل حجر الاسود. او سنگی که در حدیث میآیه که او یمین الله هست، او دست بلاکیف خدا هست. کسی که با حجر الاسود استیلام میکنه و او رو بوسه میزنه و دست با حجر الاسود میگذاره، گویا دست با دست خدا گذاشته، گویا با ید بلاکیف الله گذاشته. و به صحرای محشر او سنگ شفیع او انسانهایی که این نعمت نصیبی نشده شفیع میشه. ولی او انسانهایی که نرفتن، عشق خیلی مهمه، عشق خیلی مهمه، آرزو خیلی مهمه. آرزوی حرمین شریفین کسانی که دارن، آنهایی که عشق حرمین شریفین دارن، یقین بدانن که آنها هم کم از آنهایی که رفتن نیان. مزد و ثواب از اینهایی که آرزو دارن خیلی بیشتر و بیشترتره. انسانهایی که رفتن و انسانهایی که بالاخره میرن که خوشا به حال اینا، اما آنهایی هم که آرزو دارن و توان رفتن ندارن، همین که آرزو میکنن ای الله کاش می داشتم میرفتم به حرم، ای الله کاش می داشتم میرفتم حجر الاسود رو میبوسیدم، ای الله کاش می داشتم میرفتم در صفا و مروه، ای الله کاش زمینه رفتن برای من فراهم می بود. همین که میگه ای الله کاش، ای الله کاش، ای الله کاش، آرزو میکنه. این آرزوها از این همه ثوابه، همه حجه، همه بالاخره قرب و منزلت و انهایه. بعد از حجر الاسود حرکت میکنیم، طواف. در 3 شوط اول رمل پهلوانی، در 7 شوط استبا، شانه بالاخره لخت، شانه چپ پوشیده، شانه راست بیرون، در حالت پهلوانی. 7 شوط یک طواف تمام شد. بعد میاییم مقام حضرت ابراهیم، 2 رکعت نماز میخوانیم. سبحان الله، وقتی من میگم احساس میکنم در حرمم، احساس میکنم طواف میکنم. امیدوارم شما عزیزانی که میشنویم احساس کنیم که رفتیم، میگردیم، میچرخیم، پروانه‌وار به گرد کعبه معظمه، عاشقانه‌وار به گرد کعبه معظمه گشتیم. بعد میاییم در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، 2 رکعت نماز میخوانیم. بعد از 2 رکعت نماز آمدیم در چای زمزم، در اونجی از او آب می نوشیم. ای الله پروردگارا اینهایی که از صبح تا به حال چیزی نخوردن و ننوشیدن، خدایا پروردگارا آب زمزم و آب کوثر نصیب این جمع و نصیب همه امت اسلامی بگردان. آب زمزم انسان که می نوشه خوشگواراترین، زیباترین و پاکترین آب در روی زمین آب زمزمه. اما شیرینترین آب، زیباترین آب در آخرت
آب کوثره که آب کوثر نصیب امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. طواف، نماز، آب زمزم، حرکت کردیم میاییم طرف صفا و مروه. صفا و مروه وقتی که آمدیم از صفا شروع میکنیم. این الصفا و المروه بین میلین الاخترین، پهلوانی، به یاد سینه پرسوز هاجره، به یاد لبهای تشنه حضرت اسماعیل میفتیم. حضرت هاجره میره از صفا مروه، از مروه بالاخره صفا. 7 مرتبه رفتیم چون ما حاجی تمتعیم. وقتی که حرکت کردیم از صفا و مروه تمام شد، در مروه ختم میشه. از صفا شروع، شوط 7 در مروه، مروه ختم شد. بعداً اینجا خور حلال میکنیم، سرر میتراشیم. سرر که تراشیدیم چکار میشه؟ کلن حلال میشیم، از احرام فارغ میشیم، لباس میپوشیم. حالا اگر 10 روز به مراسم مانده باشه، اگر 20 روز به مراسم مانده باشه، اگر 2 روز به مراسم مانده باشه، با لباس های خوب میاییم طواف میکنیم، میاییم بالاخره تلاوت قرآن، طرف کعبه معظمه نگاه کردن، 5 وقت نماز به جماعت تا روز مراسم. روزهای مراسم کی است؟ ما و شما از عمره فارغ شدیم، حالا با لباس در مکه مکرمه قرار داریم. 5 وقت میاییم به مسجد الحرام. اگر کسی نیت عمره میکنه میره از منطقه جعرانه یا جعرانه، یک منطقه، یا از منطقه تنعیم، از اونجا نیت احرام میبنده و عمره انجام میده. اما طواف بهترتر و بیشتر و افضلتر از عمره، بیشتر ثواب داره که انسان لباسهای و بریه باشه، طواف بکنه. هر روز 5 طواف، 4 طواف، 10 طواف بچرخه. عبادتی که دیگه در روی زمین به هیچ جای چنین عبادت پیدا نمیشه. طواف هیچ چیزی طوافی و جواز نداره غیر از کعبه. حالا به کعبه رسیدی طواف بکن، به آب زمزم رسیدی بنوش. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، میگن به آب زمزم که میرسیم چنان بنوشیم که بالاخره آنقدر بنوشیم که خلاصه در روایات میاره که بطن شما، شکم شما بالا بیایه. یعنی اینقدر بنوشیم تمام وجود شما بالاخره منور میشه. نوشیدن آب زمزم. آب زمزم یکی از خصوصیت های رو من بیان میکنم، یکی از خصوصیت ها و فضائل آب زمزم رو بیان میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر ارزش دارن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه قلب مبارک دارن، رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر قلب زیبایی دارن. جبرائیل علیه السلام وقتی میآید رسول الله شرح صدر میکنه، سینه رسول الله شستشو میده. بعدن از کجا؟ تشت از بهشت آورده میشه، تشتی که آب میشه از بهشت آورده میشه. جبرائیل میآید تشت از بهشت میاره، آب کوثر نمیاره، آب از بهشت نمیاره. خداوند به جبرائیل میگه جبرائیل برو از آب زمزم بگیر و قلب حبیب ما را شستشو بدی. آب زمزم قلب رسول الله را شستشو میده، آب زمزم قلب رسول الله را جلا میده، آب زمزم سر تا پای انسان را خلاصه منور میسازه. این یکی از خصوصیات و فضائل در روایات داریم که نوشیدن آب زمزم شفایه. میبینیم تمام هر آبی که بنوشیم و در وقت نوشیدن آب سنته که بنشینیم، اما نوشیدن آب زمزم سنته که استاد بشیم تا تفاوت بیای نسبت به سایر آبها، تا انسان بفهمه که من چگونه آبی می نوشم، چگونه آبی می استفاده میکنم و این چگونه آبیه. وقتی انسان آب زمزم رو می نوشه سبحان الله احساس میکنه فکر انسان باز میشه، چشم انسان باز میشه، قلب انسان منور میشه. خدای تبارک و تعالی همه ما و شما بر سر چای زمزم ببره که عاشقانه و عاشقانه بنوشیم. انتظار کشیدیم تا مراسم حج شروع میشه. مراسم حج چی وقت شروع میشه؟ روز 7 ذوالحجه اعلان میشه و روز 8 ذوالحجه مراسم شروع میشه.
حالا مراسم شروع شد، همه ما و شما جمع شدیم بالاخره عیناً احساس کنیم که ما در یک گوشه از مسجد الحرام نشستیم. الان صحبت میشه که برادرها موسم حج، روزهای حج رسید، باید به حج احرام ببندیم. روز هفتم اعلان میشه، روز هشتم ذوالحجه حجاج احرام میبندن. حاجی تمتع حالا دوباره احرام میبنده، میگه اللهم اینی ارید الحج. این به این واسطه حاجی تمتع میگن فایده گرفته، 10 روز 15 روز بدون احرام زندگی کرده، اینا فایده یه. حاجی قران پیوست کرده بود عمره و حج. حاجی مفرد اینه که از این روز هشتم او دیگه میقاتی نداره، اهل خود حرمینه، اهل خود مکه مکرمه ین، از اونجا احرام میبنده به نیت حج و حاجی مفرده. آره ما و شما حاجی تمتعیم، روز هشتم احرام بسته میشه. احرام که بسته شد باز به همان طریق احرام بسته میشه، 2 رکعت نماز خوانده میشه در مسجد الحرام یا در اماره. در مسجد الحرام بهتر داره، وقتی 2 رکعت نماز خوانده شد بعدا تلبیه گفته میشه، بعد از تلبیه حرکت میکنن حجاج رو به طرف مراسم. شب نهم همراه شما حرکت کردیم، روز هشتم میریم، شب نهم در منای شریفیم. شب نهم در منا 5 نماز در منا سنته، نماز ظهر روز هشتم، نماز عصر، مغرب، عشا و نماز فجر. این 5 نماز در منای شریف سنته. نماز صبح که خواندیم روز نهم همراه شما احرام بستیم، تلبیه گویان، عاشقانه، سرباز، آماده، مجهز، تلبیه گویان دکار میاییم در عرفات. عرفات روز نهم عرفه، در اون جایگاهی که روز عرفه روزیه که هر حاجی که به عرفات داخل بشه و از عرفات بیرون بشه و احساس کنه که در وجودی و گناهکار میشه. سبحان الله، چی روز مبارک، چی روزیه، غمگین ترین روز بر سر شیطان روز عرفه. 5 میلیون 4 میلیون انسان اونها در عرفات جمع میشن. در روایات میاره میگه خدای تبارک و تعالی به دعای هر حاجی 70 نفر میبخشه، به دعای هر حاجی. حالا هر حاجی که به توسط از او 70 نفر یا بیشتر یا کمتر بخشیده بشه، این ضرب کنیم که 5 میلیون ضرب بر 70 بشه. سبحان الله. شیطان در گوشه های عرفات، در وادی ها و کوه ها، در روایات میاره که بر سر خود خاک میریزه، خاک میپاشانه. شیطان خیلی غمگینه. چرا قدر غمگینی ای شیطان؟ میگه یک انسان 40 سال گناه کرد، معصیت کرد، امروز بخشیده میشه. یک انسان 50 سال گناه کرد، معصیت کرد، امروز بخشیده میشه. امروز میگه روزیه که زحمات 40-50 سال و 70 سالی در باد میشه. امروز چنین روزیه که خدای تبارک و تعالی این جمعیت 5 میلیونی که میبخشه یک طرف، که به وسیله از اینا تعداد کثیری و برکت دعا از اینا بخشیده میشه. سبحان الله، الله اکبر. خدایا روز عرفات را، سرزمین عرفات را نصیب همه ما و همه امت اسلامی، نصیب خواهر و برادر، پیر و جوان، فقیر و غنی بگردان. سرزمین حرمین شریفین عرفات. بعداً وقتی که از عرفات حاجی در عرفات قرار داره، حالا ما و شما در عرفاتیم، قرار داریم، وقتی که در عرفات هست حاجی نماز ظهر و عصر در وقت ظهر، اول نماز ظهر ادا میشه، بعدا نماز عصر ادا میشه متصل، و به همین طریق حاجی ها بعد از نماز ظهر حرکته. حالا ما و شما حرکت میکنیم کجا؟ میرین در خیمه های خود، در جبل رحمت. خلاصه در زمین عرفات قرار داریم، دعا و دعا و دعا و دعا تا غروب آفتاب. وقتی آفتاب غروب کرد، حالا حرکت کردیم، آفتاب غروب کرده، احساس کنیم که ما در عرفاتیم و آفتاب غروب کرده، حرکت میکنیم روی به طرف مزدلفه. شب 10 ذوالحجه.
وقتی آمدیم در مزدلفه چی شب مبارکیه. در روایات میاره که شب مزدلفه کمتر از شب قدر نیه، اما به شب قدر نمیرسه. تو کسی که آرزوی شب مزدلفه میکنی، بالاتر از شب مزدلفه شب قدره. شب قدری که در انتظار من و تو نه. من و تو در دهه اخیر رمضان آیسته آیسته نزدیک میشیم. دهه اخیر رمضان شب قدر را جستجو کن. دهه اخیر ماه مبارک رمضان شبیه در این ماه که بهترتر و افضلتر از شب مزدلفه. پس واقعا خداوند خیلی لطف کرده. اگر گفته میشد شب مزدلفه بهتر از شب قدره، حال ما و شما غمگین میشدیم خدایا این شب مزدلفه را از کجا کسب کنیم؟ ما که در مزدلفه نیم. ولی روایات میاره که شب قدر بالاتر از شب مزدلفه. شب قدر نگذار که از پیش تو خلاصه به سادگی عبور بکنه. شب مزدلفه حاجی می آیه. وقتی ما آمدیم در مزدلفه اول نماز شام نمیخوانیم، میرسه وقت نماز عشا. اول نماز عشا، نماز خفتن ادا میشه. بعد از نماز عشا نماز مغرب، نماز شام ادا میشه. حالا که به 12 شب هم اگر به مزدلفه رسیدیم نماز شام خوانده نمیشه. اول نماز عشا خوانده میشه، بعد نماز مغرب خوانده میشه. شب مزدلفه وقتی که انسان یک ساعتی میخوابه، نیمه های شب سر بلند میکنه که این 4-5 میلیون انسان کفن پوش با این دشت ریگزار نخیمیه. در این دشتی که خاره، ریگ، سنگ، همه عاشقانه نشسته‌اند، همه در طلب رحمتن، همه در طلب عفوان، همه در طلب بخششن. لسانهای مختلف، نژادهای مختلف، اقوام مختلف، رنگهای مختلف، همه میگن لبیک، خدایا ما در خدمت استاده ایم. چی حالتیه عزیزانی که در سرزمین حرمین شریفین انشاءالله میرن و نیت دارن و خداوند نصیب ایشان گردانیده و آنهایی هم که در آینده تصمیم دارن، نیم شب ساعت 2 و 2:30 شب مزدلفه انسان که خوابه یک لحظه استاد بشه 4 طرف یک نگاهی بکنه. خدایا چی حالتیه، چی بندگانی، چی انسانهای مخلصی، چی انسان وقتی در حج میاد جرأت پیدا میکنه که خدایا چی مسلمانهای در روی زمین زندگی میکنه. یک نمونه من اشاره میکنم. در مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. یک شخصی کنار من، عمامه بسیار مبارک، لحیه مبارک، سر تا پا، قبه نور. با این خوش آمد کردم، گفتم سلام علیک، کیف حالک یا اخی. وقتی از اخوانی از عربی چند کلمه اشاره کرد که من عربی نمیفهمم. من گفتم شاید پشتو یا شاید اردو، شاید از افغانستان، از پاکستان، از اینها باشه. بعد برای از اینکه گفت انگلیش امیت اشاره کرد. گفتم که از کجایی؟ یکی از دوستایی که همراه ما بود انگلیسی یاد داشت آوردیم بالاخره. گفت من از افریقایم. گفت من جای زندگی میکنم که 40 میلیون نفوس داره، 39 میلیون کافره، 1 میلیون مسلمانه، ولی 1 میلیون مسلمان مثل من ملبس به سنت رسول الله. روز بعدی همسر از او که خواهر ما و شما هست، خدای تبارک و تعالی او و همه خواهرای ما را حفظ کنه. بعدن روز بعدی چون بسیار دوست شد و علاقمند شد، همدیگر هر لحظه می دیدیم، روز بعدی گفت که همسرم علاقمند تو رو ببینه، برادر مسلمان خود را که از افغانستان آماده ببینه. وقتی که فردایش او همشیره عزیز و گرامی و او خواهر با عزت و با عفت ما آمد، فارسی نمیدانست، فقط او به انگلیسی خوش آمد میکرد، یا ما به فارسی یا به عربی. وقتی که این خواهر آمد سر تا پا پوشیده، فقط 2 چشمش دیده میشد، سر تا پا. ای از افریقا بود، از سرزمینی که 39 میلیون کافر، 1 میلیون مسلمان. حج برای انسان جرأت میده. خدایا چی مسلمانهای مخلص،
چی مسلمان های متدین، چی مسلمان های با حجاب در افریقا زندگی میکنه، حجاب خود را از جان خود بیشتر دوست داره، ارتباط به حجاب خود به راستی پیرو خدیجه الکبری و عایشه صدیقه و فاطمه الزهرایه. اما متاسفانه که بعضی از خواهران ما در کشور اسلامی که 100% مسلمانه حجاب کنار گذاشتن. خداوند به برکت ماه مبارک رمضان خواهرانی که بی حجابن هدایت کنه و آنها با حجاب اسلامی بگردانه. دعا میکنم که بار اله پروردگارا خواهرانی که نمیدانن و به دنبال بی حجابی میرن، خدایا اونها رو با حجاب بگردان. شب مزدلفه بود، از مزدلفه دور نریم. مزدلفه نماز عشا و مغرب خواندیم، استراحت کردیم. شب دهم، صبح دهم اول عیده، احرام بستیم. مشکل ترین روز برای حجاج روز اول عیده، باید خور متوجه بسازیم. امروز دهم ذوالحجه، خیلی سختی میآیه، خیلی سختیه، مشکلات. حرکت میکنیم از مزدلفه، ریک امرای خود برمیداریم، مسلح میشیم. ریک به اندازه خسته خرما یا کوچکتر از خسته خرما برمیداریم و حرکت میکنیم. حالا چند دانه برمیداریم؟ 70 دانه برمیداریم، هرچی که در توان داریم. اگر جای نداشتیم بالاخره از مسیر راه هم میشه برداشته بشه. ریک برداشتیم، حرکت کردیم. لبیک گویان از مزدلفه میاییم پس در منا، لشکر خداییه، حرکت کردنه. میاییم در منا، سه واجب داریم. واجب اول میاییم جمره عقبه میزنیم. وقت جمره عقبه زدیم میاییم واجب دوم، هدیه، قربانی نه، هدیه شکرانه، میاییم گوسفند ذبح میکنیم. گوسفند که ذبح کردیم سرر میتراشیم. سرر که تراشیدیم حلال میشیم، لباس میپوشیم. این سه واجب ترتیب نام واجبه. اول جمره عقبه، یک جمره 7 ریگ زده میشه. دوم ذبح گوسفند یعنی هدیه شکرانه. سوم سر تراشیدن، سرر می تراشیم، حرکت میکنیم مستقیم، لباس پوشیدیم، میاییم در مسجد الحرام. یک فرض مانده، طواف فرض را انجام میدیم. طواف فرض را که انجام دادیم همه قیودات برداشته میشه. بعداً شب 11 پس میاییم در منا. روز 11 3 جمره میزنیم. جمره اولا، وسطا و عقبه، هر جمره 7 ریگه، یک میزنیم. هنگامی که جمره زده میشه بسم الله الله اکبر، به بزرگی الله و ضعیفی خود متوجه میشیم، دشمن رو میزنیم. اما یک نکته رو اینجا اشاره میکنم، کسانی که در حج احساس میکنن اونجا شیطانه و به جان شیطان میخوره، نه خیر، چنین نیه که اونجا حتمی شما شیطان رو بزنید. اونجا که میروید چه کار بکن، یک ریگر میزنی او به جان نفس، یکی به جان غرور، یکی به جان خودخواهی، یکی به جان کینه، یکی به جان عداوت، یکی به جان بالآخر بغض، حسادت. اینها را مورد هدف قرار بده تا پاک بشی. وقتی از کینه و بغض و عداوت و دشمنی پاک شدی، تمام وجود شیطان را تو تکه تکه کردی. مگر نه اگر اونجا شیطان رو بزنی و باز دست دوستی و برادری با شیطان بدی که شیطان مسروره، خوشحاله. پس این 3 روز دیگر، روز 11 و 12 و روز 13 این 3 جمره زده میشه، جمره اولا، وسطا و عقبه. روز 13 که جمره زده شد، حاجی حرکت میکنه میایه. آمدیم همراه شما، وقتی جمرات زده شد تمام شد، روز 13 میاییم در مکه مکرمه. یکی از واجبات دیگر من که طوافه، او طواف ودایه، طواف خداحافظیه، با کعبه معظمه و مشرفه و سرزمین حرم خداحافظی میکنیم. از اونجا که طواف ودا صورت گرفت
طواف وداع حالتی داره که انسان وقتی که طواف وداع انجام میده باید مثل که طفل از آغوش مادر جدا میشه باید شخص از آغوش کعبه چنین جدا بشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی طواف وداع میکردن، لحظه ای که طواف وداع تمام شد، وقتی که میرفتن که از حرم بیرون بشن، لحظه چند قدمی میرفتن باز یک نگاه طرف کعبه میکردن، اشکان مبارک میریخت، میگفتن یا رب آیا دوباره نصیب خواهد شد یا نخواهد شد؟ آیا چشم من به این کعبه خواهد افتاد یا نخواهد افتاد؟ این حالتی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر تا پا غم و از عشق کعبه سر تا پا بالاخره اندوه بودن که چرا از کعبه جدا میشن و طواف وداع صورت میگیره. ولی این واجب است که انسان طواف وداع انجام بده. بعد از این که طواف وداع صورت گرفت، حجاجی که در مدینه منوره برن حرکت میکنن به سوی مدینه منوره که انشاء الله باز ارتباط به مدینه منوره، به جلسات بعدی و ارتباط به فضائل مدینه منوره و خصوصیات مدینه منوره به جلسات بعدی اشاره میشه. و انسانی که طواف وداع انجام داد اگر در مدینه رفته بود حرکت میکنه میایه پس در سرزمین خود و در میدان هوایی و از اینجا عزیزان و دوستانی هم که به استقبال نام میرن اونها رو به آغوش میگیرن و میبوین و میبوسن. صلوات ختم بفرمایید. این به طور خلاصه و فشرده بحث مراسم و مناسک حج بود که حالا آیات ترجمه میکنیم، آیات ترجمه و تفسیر میکنیم. الحج اشهر معلومات، وقت حج ماهای معلومیه، ماهای مشخصیه. فمن فرض فیهن الحج، پس کسی که لازم گردانید در این ماه حج را، کسی که یعنی به حج رفت، کسی نیت حج کرد و کسی که احرام بسته کرد، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. در وقت احرام، وقتی که احرام داره باید از جماع خودداری کنه، ولا فسوق، و باید از کارهای بد از لهو و لعب خودداری کنه، ولا جدال، مناقشه نکنه، دعوا نکنه، جنگ نکنه، فی الحج، در حج. در هیچ وقت باید دعوا نشه، در تمام وقتها باید خودداری از لهو و لعب بشه، باید خودداری از جنگ و دعوا بشه، خصوصا در حج که حج و من دخل و کان آمینا، کسی که در حج و در حرم داخل میشه در امنه، در امانه. هیچ کس حق نداره با دشمن خو حرف بلندتری بگه، چی برسه؟ به حرف ناسزا و به حرف زشت و اینها. و ما تفعل من خیر یعلمه الله، آنچه که شما انجام میدهید و فعل میکنید، من خیر، از نیکویی، یعلمه الله، خدا میدانه. خدا میدانه که شما در حج چه کار میکنیم، خدا میدانه که به چی نیت احرام بسته کردیم، خدا میدانه که الله سبحانه و تعالی میدانه که شما به چی واسطه شما به منا و عرفات و مزدلفه میروید. خدا علیم بذات الصدور، از قلب ها آگاهه. و ما تفعل من خیر یعلم الله، آنچه که شما فعل میکنید من خیر، از نیکویی، یعلم، میدانه. یک سبحان الله شما ضایع نمیشه، یک الحمدلله شما ضایع نمیشه، یک تلبیه شما ضایع نمیشه، یک ثانیه روزه ماه مبارک رمضان شما ضایع نمیشه. و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشه گیرید، فإن خیر الزاد التقوی، پس هر آینه بهترین فایده و توشه تقوایه. واتقونی، و بترسید از من، یا اولی الالباب، ای اهل خرد و ای دانشمندان. شأن و نزول این آیه مبارکه چنینه. خیلی عزیزانی که به حج میرن دقت کنن و متوجه باشن، و عزیزانی که در آینده ها تصمیم دارن. شأن و نزول اینه که عده‌ای در صدر اسلام، یا این که بعضی مفسرین میفرمایند که بیخی قبل از اسلام، اما بهترتر اینه که در صدر اسلام عده‌ای می آمدن به حج که می آمدن هیچ چیزی خود نمی آوردن، نه پول می آوردن، نه آذوقه می آوردن، هیچ چی نمی آوردن، مستقیم حرکت می کردن، می آمدن به حج، توشه خود نمی آوردن،
زاد و راحله نمی آوردن که مصرف اینا رو بشه. بعدا چه کار میکردن؟ مجردی که به مکه داخل میشدن محتاج میشدن دست دراز میکردن. الله سبحانه تعالی میگه این کار اشتباهه، این توکل نیه. توکل اینه که و تزودو توشه وردا. تو کسی که به حج میری فکر کن، دو فکر داشته باش. 40 روز تو به حج، بیشتر حجاج افغانستان 35 روز و 40 روز میشه. اما اگر یک نظم و نظام و قانونی برابر بشه دیگه کشورهای قدر نمیمونن. مراسم حج 5 روزه، 5 روزم بیخی 8 روزم در مدینه منوره، 8 روزم در مکه مکرمه، 8 تا 16 روز. خیلی کشورها 10 روز مراسم حج اینا طول میکشه. حالا حاجی که 35 یا 40 روز که هسته، حاجی افغانستان باید دست کمی 40 روز پیش خود حساب بگیره. 40 روز اونجا حساب کنه که من روز چند مصرف دارم، باید او پول رو آماده داشته باشه که دستی دراز نشه. یک نکته دوم، 40 روزم اینجا که زن و بچیونه، زن و بچه دستی دراز نشه. این دو نکته حاجی باید متوجه باشه که وقتی خودی هم میره فکر جمع و سالمی داشته باشه، زن و بچی هم به اینجا فکر جمع و سالمی داشته باشه. پس و تزودو، شما میگه توشه بگیرید، زاد و راحله بردارید. این توکل نیه که شما به اونجا دست دراز کنید. فان خیر الزاد تقوا، اما بیترین توشه تقوای واتقونی، بترسید از من یا اولی الالباب، ای دانشمندان. یک نکته دیگر اشاره میکنیم. حج فرضه، یکی از ارکان اسلامیه. زکات یکی از ارکان اسلامیه. نماز یکی از ارکان اسلامیه. یک نفری که پول نداره زکات میده؟ نمیده. اما یک نفری که پول نداره، سرمایه نداره، بین جامعه ما یک حالت عجیبیه. چی میگه؟ میگه من رفتم قرعه انداختم، قرعه ما بالا آمد، اما 1 روپیه میگه درک نداره. خب خدا ایتگاه نگفته، با کجا گفته که تو برو قرعه بنده که 1 روپیه هم درک نداشته باشه؟ خدا با کجا گفته که تو برو قرض بکن برو به حج؟ آرزوی حج داشته باش بهترتره، عشق حج در سینه داشته باش بهترتره از این که 4 نفر آزار و اذیت کنی. خیلی واقعا بالاخره همین آرزویی که در سینه داری بهترتره. خدای تبارک و تعالی با نیت ها مزد و ثواب میده، با نیت ها مزد و ثواب میده، نه با رفتن حج. حجم اگر انسان بره که نیت درست نداشته باشه ثواب نداره. اگر بره به منا، عرفات، مزدلفه، صفا، مروه، به کنار کعبه، همین 40 روز به کعبه چسبیده باشه که نیتی خدایی نباشه، برابر سر سوزن فایده نداره. اما این انسانی که در شبهای حج اینجا اشک میریزانه، این انسانی که از عشق حج دلش به پروازه، اصل حاجی اینه. این اصل حاجی که عاشق حج و دستم دراز نمیکنه، راز و نیاز با خالق خود داره. پس در این قسمت خیلی مهمه توصیه به او عزیزانی که حج بر اینا فرض نیه و زاد و راحل مهیا نیه و توشه حج نیه، خور به زحمت نندازد. همو آرزو اینا بهترتره، نیت اینا بهترتره، همو عشق و سوزی که در سینه دارن خیلی بهترتره از این که دست دراز بشه و از این که خدای نخواسته آبروی انسان خدشه‌دار بشه. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا. این آیه دیگه به این اشاره داره. در صدر اسلام بعضی انسان ها فکر میکردن که اگر کسی در حج تجارت کنه، معامله کنه، گناه داره. مثل حمال امروزی بین جامعه عجیب عرفیه. یک نفر اگر قالینی میبره، قالینچه میبره، بعضی انسان ها بریو گپ میزنن هیرسای کن، حج جا معامله، جا تجارت. بلیا چی مشکل داره؟ به شرطی که نیتی و بیع و شرا نباشه، نیتی و تجارت نباشه، نیتی و فقط حج باشه. اما به حج میره معامله میکنه، به حج میره تجارت میکنه، مشکلی نداره. شرط اینه که نیتی و باید فقط چی باشه؟ حج باشه. و اتم الحج والعمره لله. حج و عمره که انجام میگیره خاص به خاطر الله باشه. این آیه به همین اشاره میکنه که اگر کسی در حج تجارت کرد، معامله کرد، خرید و فروش کرد، بیع و شراکت،
او مشکلی نداره. اما باید یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که بعضی انسان ها در سالهای گذشته که دستگیر شدن، خدا از این حالت ها نجات بده، که انسان ها دستگیر شدن که در حج همراه خود چی بردن؟ او فکر کردن که البته معامله یا تجارت. نه، در حج انتقال مواد مخدر. یه عجیبه، تو حجی به حج میری توبه کنی، تضرع کنی، گریه کنی، میری که خدا تو رو ببخشه، میری در اونجا باز هم چه کار انتقال مواد مخدر. خدا از اون حالت ها نجات بده. اما بیع و شرایی که به طریق شرعی باشه، این آیه اشاره میکنه لیس علیکم، نیست بر شما جناح گناهی ان تبتغوا، این که شما بخواهید طلب کنید فضلا نفعی من ربکم، از پروردگار خود. هیچ مشکلی نداره. بیع و شرا در حج چی مشکل داره؟ برادر مراسم حج خود تمام کرده، جستجو کرد، دید که اشیای در اینجا اگر بیاره فایده میکنه و اشیای از اینجا ببره فایده میکنه، هیچ مشکلی نداره. اما همه برمیگرده انما الاعمال بالنیات، که حالا نیت شخص تجارت بوده یا حج. اگر نیت حج بود، تجارت هم فضلا من ربکم، این تجارت فضلیه، نفعیه از جانب پروردگار. اگر نیت بیع و شرا بود، خدا او وقت نجات بده. فاذا افضتم من عرفات، پس آنگاه که بازگشتید من عرفات، از عرفات، فذكروا الله عند المشعر الحرام، پس یاد کنید خدا را عند المشعر الحرام، در مسجد مشعر الحرام. مشعر الحرام مزدلفه، بیشتر اشاره کردیم از عرفات حجاج که میان در مزدلفه، مشعر الحرام مزدلفه. شأن نزول این آیه مبارکه اینه که در دوران جاهلیت و قبل از اسلام حالتی بود که قریش که از خود مکه مکرمه بودن، اینها نمی آمدن به عرفات، می گفتن همه مردم هم به عرفات برن، ما هم به عرفات بریم. همون بین جامعه عجیب حالتیه. بعضی انسان ها مثلا یک جای دعوتیه، یک چیزیه، عزت و احترام ما نشد، همه مردم شیشته بودن، ما هم ببردم هم گد مردم شوندم. عجبه. خدای تبارک و تعالی به این جگاه قریش تنبیه میکنه، میگه این دماغی که باد داره باید سوزن بخوره و بادی بیای پایین، باید باد این دماغ بشینه. چرا به عرفات نمیری؟ خاطر که همه مردمن. الله میگه حج شما قبول نمیشه. الحج عرفه، حج عرفاته. میخوای حج تو قبول بشه، برو در کنار بلال حبشی، در کنار صهیب رومی، در کنار بالاخره عرب و عجم استاده شو. او هم استغفار، او هم تضرع میکنه، تو هم تضرع بکن. مگر خدای تو از خدای از او فرق داره؟ در این مسجد فقیر هم شیشته، غنی هم شیشته، پیر هم شیشته، ضعیف هم شیشته، جوان هم شیشته، همه شیشته. مگر خدای ما فرق داره؟ نه. خوشا به حال کسی که با تقوا دستار بلند بکنه، چی فقیر باشه و چی غنی باشه. اینجا الله میگه فاذا افضتم من عرفات، وقتی که ادامه اشاره میکنه وقتی که بازگشتید از عرفات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام و ذکروه کما هداکم، یاد کنید خدا را چنانچه که هدایت کرده شما. ای مسلمان ها، شما به عرفات میریم، چنان که خدا شما راهنمایی کرده خدا یاد کنیم. مشرکین هم خدا یاد میکردن، اما در کنار خدا لات و عزا و منات و هبل و فلان 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 بترم یاد میکردن. الله میگه شما خدا رو به توحید یاد کنیم، به یگانگی یاد کنیم، شما برای خدا شریک قائل نشیم. و ذکروه کما هداکم، چنانچه که خدا شما رو هدایت کرده و شما راهنمایی کرده و شما یاد داده. و این کنتم من قبله لمن الضالین، هر آینه بودید پیش از این لمن الضالین، از جمله بیخبران، قبلا خبر نداشتید حالا خبر شدید. ثم افیضوا، یعنی اشاره میکنه ثم افیضوا، پس وقتی که بازگشتید برای طواف، من حیث افاض الناس، از آنجایی که باز میگردد مردم. چکار بازگردید شما؟ از جایی که مردم میره، از شله‌ای که مردم میره شما هم بروید. شما کینید؟ قریشید به خود خونید، عربی به خود خونید، عجمی به خود خونید، خطیبی، ملایی، واعظی، هر کس که هستی به خود خونید.
الله سبحانه تعالی اینجا مردم میگه، مردم، جمع، جماعت. حالا من که به اینجا ششتیم، به اینجا ششتیم، خب 3 منزلم 3 زینم بیامده بالا، این میزی هم گذاشته بلند بالایم، 2 تا گروپ هم روشنه. این 2 تا گروپ به خاطر از اینکه کاغذ بهترتر آدم ببینه اینجا بلندتر کشیشتیم. این نشانه این نیه که خطیب جان بگه تو از همه بالاتری، این نشانه نیه. خوب متوجه باشید، این نشانه برتری نیه.